سلام بچه ها، مستر محمد هستم. خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدم با هم دیگه بفهمیم که با چند ضربه میشه یک گاو کش با شمشیرهای مختلف. اول از چوبی یک با 2 ضربه میمیره، بعدی با سنگ بازم 2 ضربه، با آهن بازم با 2 ضربه، این دفعه با طلا بازم 2 ضربه، دایموند بازم 2 ضربه و بله ما حالا فهمیدیم که با هر شمشیر، بخشید این اسم این شمشیر هم نگرایده، ما فهمیدیم که با هر شمشیری که بخوایم یک گاو بکشیم حداقل باید 2 ضربه بهش بزنیم. خدا نگهدار.